بعد ملاقات رهبران بلندپایه کشورهای آسیای مرکزی در واشنگتن و امضای سازش‌های اقتصادی با ایالات متحده آمریکا به مبلغ میلیاردها دلار، پرزیدنت قزاقستان قاسم جمرت توقیف به مسکو سفر کرد تا نقش بارز مسکو در این جمهوری را تصدیق کند. در روز اول توقیف با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات تنها به تنها دایر نموده، برنامه‌های مشترک در ساحه نفت و گاز و تأثیر تحریم آمریکایی شرکت‌های بزرگ نفت روسیه را بررسی کند. روز 12 نوامبر در انجام زیارت دو روزه به مسکو، توقیف در نشست مطبوعاتی مشترک با پوتین سفرش را نتیجه گیری کرد. ما موافقت کردیم که همکاری‌ها در ساحه استخراج و انتقال نفت و گاز، مواد سوخت، انگشت و نیروی برق را توسعه بخشیم. ما به طور مفصل همکاری‌های ساحه گاز و به ویژه تأمین گاز به مناطق مرزی با روسیه و همچنین صادرات گاز به کشورهای سوم را ارزیابی نمودیم. کارشناسان بر این نظرند که زمان سفر توقیف به روسیه تصادفی نیست. هفته گذشته در ملاقات رهبران 5 کشور آسیای مرکزی با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، توقیف درباره صحیفه نو در روابط واشنگتن با 5 جمهوری آسیای مرکزی صحبت کرد. اندریو دی انیر، پژوهشگر شورای اتلانتیکی مرکزی اوراسیا میگوید بعد ملاقات با ترامپ موقع توقیف در مذاکراتش با پوتین تقویت یافت. سخنرانی و رفتاری توقیف در مقایسه با یک هفته پیش قدرت بیشتر کسب کرد. این وضع برای حمایت از صاحب استقلالی قزاقستان و منفعت‌های آمریکا بهتر است. با آغاز جنگ در اوکراین در ماه آگوست سال 2022 و تحریم‌های غربی در مقابل مسکو برای ممالک آسیای مرکزی، امکانات نوی رشد همکاری‌ها با غرب پیدا شده است. با قول یونس شریفلی، سفری توقیف به مسکو نمایش صداقت آستانه به کرمل است که تلاش دارد نفوذش را در آسیای مرکزی حفظ کند. بعد ملاقات رهبران ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی، سفر به مسکو همچون تصدیق روابط استراتژیکی با مسکو و رفع نگرانی‌های الیت سیاسی روسیه است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت که رهبران روسیه و قزاقستان فعالیت کنسورسیوم لوله نفتی کسبی را بررسی کردند. 80% نفت قزاقستان توسط این لوله به بندرهای روسی در بحر سیاه و از آنجا به بازارهای جهانی صادر کرده می شود. در این لایحه شرکت‌های عظیم شورون و اکسون موبیل امریکا نیز سهم دارند. شورای رادیو آزادی رید استندیس جنبست میکند که به احتمال زیاد سفر توقیف اقدام دیپلماتی حساب شده برای دریافت موازنت میان بازیگری اساسی آسیای مرکزی روسیه، چین که در 10 سال اخیر نفوذ جدی در آسیای مرکزی پیدا کرده است و ممالک غرب است که میخواهند در این منطقه جای پا داشته باشند.